من محمد هستم. امیدوارم از من حمایت کنید. من تازه وارد یوتیوب شدم. محتویات ویدیوهام درباره معرفی کتاب هاست. امروز هم 2 کتاب معرفی میکنم و ممنونم که منو حمایت کنید. خب بریم کتاب رو معرفی کنیم. شما وقتتون کتاب رو معرفی کنیم، با ما همراه باشید. کتاب اسمش هری پاتر است. فکر کنم هری پاتر و سنگ جادو. آره، سنگ جادو است، چون که هری پاتر خیلی کتاب‌هایی داره. هری پاتر مثل هری پاتر تالار و اسرار و دیگه. ما این جلسه هری پاتر و سنگ جادو رو معرفی میکنیم. خلاصه‌شو میگم، 2 سطر و جمله کوتاه که از این ویدیو میگم و نظر شخصی خودم رو میگم. خب بریم این هری پاتر و سنگ جادو رو با هم گوش کنیم. خلاصه این کتاب هری پسر یتیم هست. متوجه میشه که جادوگره و وارد مدرسه هاگوارتس میشه و فکر کنم اونجا جادوگر میشه و معلمش تشویق میکنه. اونطوری است. جمله کوتاه: هیچ چیز جالبتر از دنیای جادوگری هری پاتر نیست. هیچ چیز جالب نیست از دنیای جادوگری هری. خیلی فیلم خوبی. نظر شخصی من فیلم ماجراجویی. کسانی که کتاب ماجراجویی یا فیلم ماجراجویی دوست دارن، هری پاتر است. حتما پیشنهاد میکنم. هیجان انگیزه. این ویدیو ما بود که امروز با هم کتابمون این بود. جلسه فیلم بعدیم اگه قسمت بشه هری پاتر و تالار اسرار رو میگم بهتون. خیلی کتاب واقعا خوبیه. من خودم دیدم. اگه حال خوندن رو ندارید، صوتی هم داره، گویای صوتی هم داره. خیلی عالیه. میتونید اگر هزینه‌اش بالا بود فایلش رو دانلود کنید، توی موبایل بخونید. بله، جلسه بعد هری پاتر و تالار اسرار رو بهتون میگم. با ما بمونید، هیچ جا نرید. فیلم بعدی رو از دست ندید. خودتون بلدید از چجوری از دست ندید. اونجا زنگوله رو بزنید. زنگوله رو که زدید، من وقتی ویدیو گذاشتم یوتیوب به شما میگه که این محمد فیلم گذاشت. اگه میخواید ببینید. خدا